این لحظه برای هر دو پرهیجان است. یکی میخواد از دست دوست جزوانش را بازپس بگیرد و دیگر باشد میخواد در برابر خواهش پرزوری از دست ندادن تهمه مفتش کوشش میکند که باز دیگران را نشناسند. ولی ایستادگی بانو عزیز در این بینای ناتیار در روبروی نگین که در بر لباس مردانه زندگی هر دو را نه فقط دیگرگون میسازد بلکه یکی را محروم از حیات نمود. فیلم هنری مرا ببخش کارگردان محبت ستار و خصوصیت عمیق روانی انسان را با میل نمودن به عادت‌های بد مثلا تعلیم و تربیت در اویله را در بر میگیرد. داستان فیلم همین گونه فراگیری زندگی دختری است که به دزدی و غارتگری عادت کرده بود. خیر تو بگو بچم. بعدی را بودن جزدان عزیزه که سبب مرگش گردید و این مصیبت باعث آن میگردد که نگین از عادت‌های بد دست کشد. بعدا در یک باغچه کودکانه شهر همچون مربی به کار شروع میکند. در این باغچه تصادفاً با کودکان همان زنی که این دختر سببگار مرگش گردیده بود روبرو گردیده آنها را با فرزندی قبول میکند. در این فیلم نقش عزیزه را هنرپیشه شایسته تاجیکستان فیروزه رحمان و نقش نگین را باشد هنرپیشه جوان مریان برکبایوا بازیده. همچنین نقش فرزندان عزیزه را زکریای مهربان و نوشافرین محمد اجرا نمودند. فیلم مرا ببخش پرامتراژ بوده. نواربردار شهرت قربان و بسته‌کار فرهاد زکیروف آهنگ بسته است. صحنه 34 کادر 3 دوبل 1. این فیلم در مدت 37 روز در شهر دوشنبه، خوجند و بوستون با همکاری تاجیک فیلم و ساحل فیلم روی نوار آمده. نخست نمایش آن روزهای نزدیک در کاخ جامی برگزار می‌گردد.